همراهان گرامی به کانال ریاضی آسان با پریسا خوش اومدید. امروز می‌خوایم تمرین‌های صفحه 39 ریاضی پنجم رو با هم حل کنیم. حاصل تقسیم‌های زیر را به صورت یک کسر بنویسید. 15 تقسیم بر 8 رو میتونیم بنویسیم 15 هشتم. 2 تقسیم بر 7 2 هفتم. 3 دوازدهم. ببینید این ساده میشه، هر دو تا با 3 ساده میشه، میشه 1 چهارم. 12 پنجم. 12 اولی صورت، دومی مخرج. ببینید دقت کنید تقسیم خاصیت جابجایی نداره. ما اینو نمیتونیم بنویسیم 5 دوازدهم یا اینو نمیتونیم بنویسیم 12 سوم. چطوری که ضرب خاصیت جابجایی داره، یعنی من اگه بخوام بگم مثلا 2 ضرب در 3 با 3 ضرب در 2 با هم برابرن و تو تقسیم این اتفاق نمیفته. تقسیم خاصیت جابجایی نداره. اینا هیچ وقت فراموش نکنید. حاصل تقسیم های زیر را به دست آورید. 1 دوم تقسیم بر 7. ببینید 1 دوم تقسیم بر یا به صورت دور بدون نزدیک به نزدیک یا هم از همون فرمولی که خودمون داشتیم. میگیم 1 دوم رو مینویسیم، اولی رو مینویسیم، علامت تقسیم به ضرب تبدیل میشه، دومی رو معکوس میکنیم، میشه 1 هفتم و اینم میشه 1 چهاردهم. دوباره اینم همینطور در واقع مخرج 1 یکم دیگه. حالا 1 رو می نویسیم، تقسیم به ضرب تبدیل میشه، به اینو معکوس میکنیم. 18 تقسیم بر 1 سوم. دوباره اولی رو می نویسیم، به ضرب تبدیل میشه و اینو معکوس میکنیم که 3 تا 10 تایی میشه 30، 8 تا 24 تا 54. 3 هفتم اولی رو می نویسیم. ببینید خاصیت تقسیم خاصیت جابجایی نداره، هرچی اول همون رو می نویسیم، ما حق نداریم جاشون رو عوض کنیم. تقسیم به ضرب تبدیل میشه و این هم معکوس میشه، چه 3 چهارم. سوال 3. یک پنجم محصول کارخانه ایرانی به طور مساوی به 4 کشور خارجی صادر شدن. چه کسی از محصول این کارخانه به ببین کل محصول کارخانه نیست، فقط 1/5 محصول کارخانه. من میام شکلش رو اینجوری میکشم که درکش براتون راحت تر باشه. ببینید 1/5 محصولش رو منم کج و کوله کشید همینم. خب و یکم درستش کنم. 1/5 محصول رو، خب 1/5 محصوله، این 1/5 محصول این کارخانه است. کل محصول رو نفرستاده به کشورهای خارج، فقط 1/5 محصولش رو فرستاده. حالا به چند کشور فرستاده؟ به 4 کشور، یعنی اینم باید دوباره به 4 کشور تقسیم بشه. به هر کشور چه کسری از اون میرسه؟ 1/20. و ما اینو میایم چیکار میکنیم؟ میگیم 1/5 محصول یک کارخانه بین 4 تا کشور تقسیم شده. اینو چطوری حل میکنیم؟ میگیم به ضرب تبدیل میشه و عدد بعدی معکوس میشه و جواب 1/20. و چطور هم اینجا دیده میشه واسه هر کشور 1/20 فرستن. این 1/20 واسه یک کشور، این برای یک کشور دیگه، این یک کشور و این هم یک کشور دیگه. اگر 4 کیلوگرم چای را در بسته های 1/5 کیلوگرمی بریزیم چند بسته می شود؟ ببینید 4 تا کیلوگرم چای داریم، این هم با محور بهتون نشون میدم. مثلا این 1 کیلو، این 2 کیلو، این 3 کیلو، این هم 4 کیلوگرم چای. خب 4 کیلوگرم چای، 1 کیلو، 2 کیلو، 3 کیلو، 4 کیلوگرم چای در بسته های 1/5 کیلوگرمی. مخرج به من میگه هر فاصله هر عدد به 5 قسمت تقسیم میشه. خب فاصله هر عدد به 5 قسمت تقسیم میشه. بسته هم چقدری هن؟ 1/5 کیلوگرمی هن. اندازه هر بسته. حالا چقدر من 1/5 دارم؟ 2/5، 3/5 اینجوری میرم. چند تا میشه؟ 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 تا. 20 بسته میشه. اگه من 4 کیلوگرم رو پس میام چیکار میکنم؟ میگم 4 تقسیم بر 1/5 کیلوگرم. دوباره
فرمولمون ادامه میدیم. 4 ضرب در 5 مساوی 20. پس در بسته 1/5 کیلوگرمی بریزم 20 تا بسته درست میشه. سوال برای هر یک از عبارت‌های زیر یک مسئله بنویسید. 4 تقسیم بر 2. ببین میگیم 4 عدد نان داریم که به هر نفر 1/2 نان میدهیم. به چند نفر نان میرسد؟ خب 4 ضرب در 2 مساوی 8. اولی رو نوشتیم، علامت تقسیم به ضرب تبدیل شد و دومی رو معکوس کردیم. حالا میگه 1/3 تقسیم بر 6. میگیم 1/3 مثلا محصول کارخانه ای به 6 استان فرستاده شد. به هر استان چقدر رسید؟ من میگم 1/3 ضرب در علامت تقسیم به ضرب تبدیل میشه، دومی معکوس میشه، مساوی 1/18. به هر استان 1/18 محصول کارخانه رسید. دلیل بیاورید کدام یک درست و کدام یک نادرسته. یا 1/6 تقسیم بر 2 میشه 1/3 یا 1/6 تقسیم بر 2 میشه 1/6. میگه ببین کدوم درسته. میایم بررسی میکنیم. میگیم 1/6 ضرب در 1/2 مساوی 1/12. یعنی جواب درست اینجا 1/6. ذهناً ما اگه فکر کنیم میگیم بله دیگه، یعنی باید 6 تقسیم بر 2 بشه میشه 1/3. این درسته، ولی اینجوری نیست تقسیم ما. پس این نادرست و این درسته. حالا این یکی 4 تقسیم بر 1/2. میایم دوباره 4 ضرب در 1/2 معکوس میشه 8. کدوم درسته؟ این درسته و 4 تقسیم بر 1/2 مساوی 2 غلطه. 7. 4 کیک هم اندازه داریم. یک کیک را میان اعضای یک گروه 3 نفره و یک کیک دیگر را میان اعضای یک گروه 7 نفره تقسیم میکنیم. 4 تا کیک، یک کیک بین 3 نفر و 3 کیک دیگر بین یک گروه 7 نفره تقسیم میکنیم. به افراد کدام گروه سهم بیشتری میرسه؟ ببینید کلا ما 4 تا کیک داریم. خب یک کیک رو میگه بین 3 نفر تقسیم میکنیم. 1 تقسیم بر 3 و 3 کیک باقی مانده دیگر را بین 7 نفر تقسیم میکنیم. خب 1 تقسیم بر 3 چی میشه؟ 1/3. 3 تقسیم بر 7 چی میشه؟ 3/7. حالا میگه به افراد کدام گروه سهم بیشتری میرسه؟ ما میایم اینا رو با هم مقایسه میکنیم. 1/3 رو با 3/7 مقایسه میکنیم که به هر نفر این تعداد آدمی که تقسیم کردیم اینجوری رسید. یه گروه یک کیکی که به 3 نفر رسید اینجوریه، یک کیکی که به 3 کیکی که به 7 نفر رسید اینجوری. ما گفتیم باید مخرج مشترک کنیم دیگه برای مقایسه اینا. پس این ضرب در 7، این هم ضرب در 3. مخرج به هر چیز ضرب بشه صورت هم باید به اون ضرب بشه. 7/21 اینم 9/21. ببینید به اون گروهی که 3 تا کیک به 7 نفر رسید تعداد بیشتری رسید. 9/21. آیا حاصل 3 تقسیم بر 1/2 با حاصل 1/2 تقسیم بر 3 برابره؟ من اول فیلم خدمتتون گفتم که تقسیم خاصیت جابجایی ندارد. یعنی چی؟ یعنی اینکه 3 تقسیم بر 1/2 با 1/2 تقسیم بر 3 برابر نیست. میایم انجامش میدیم، میگیم 3 تقسیم بر 1/2 میشه چی؟ 3 رو مینویسیم، علامت تقسیم به ضرب نمیشه 2 مساوی 6. حالا 1/2 تقسیم بر 3 یعنی چی؟ یعنی 1/2 رو مینویسیم، علامت تقسیم به ضرب، بعد 3 میشه 1/3 و جواب 1/6. زمین تا آسمون با هم فرقن. دوستان عزیز اگه تا اینجا فیلم دیدین براتون مفید بوده لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید و هر سوالی داشتید توی کامنت ها بنویسید، من حتما حل میکنم براتون، فیلمشو میذارم. موفق باشید، میبینمتون.